چرا بسیاری از رابطه ها به محض اینکه شروع میشه بعد از این مدت کوتاهی از هم جدا میشن؟ سلام. بسیار افراد هستن که زمانی که وارد یه رابطه میخوان با یه شخصی بشن اصلا نمیدونن از رابطه چی میخوان. یه عده هم هستن صرفا اومدن که یه امتحانی بکنن و بعدش برن. اما آیا میشه این افراد رو شناساییشون کرد؟ و چرا اصلا کلا این کارو میکنن؟ ببینید، بسیاری از افراد دوست ندارن نسبت به جنس مخالف خودشون تعهد داشته باشن. دیدی که اسمش هم حتی میذارن ازدواج سفید. چرا؟ چون که میگه هر موقع هم دیدیم سازگاری با هم نداریم جدا میشیم میریم. چرا؟ چون که دیگه اون ازدواجه که به رسمیت شناخته شده، خب بعدش که اگه بخوام مثلا جدا بشن اینقدر درد سر داره و اینا. خیلی هستن که به خاطر همون ازدواجی که به رسمیت شناخته شده با یکی میمونن. ما کار اینجا به دور غلطش نداریم، ولی میخوام یعنی بگم که بسیاری از همون ابتدا قصدشون این نیست که با یک کسی واقعا بمونن. یه عده هستن همونطور که گفته شد میان که بعد یه امتحانی بکنن و برن. یه عده هم میان که قصدشون چه میدونم قصد نیت خوبی داره، میخواد یه رابطه با شما داشته باشه، اما بعد از یه مدت کوتاهی متوجه میشه که به هم نمیخوریم و دلایل خودشو داره و میشه هم بهش حق داد. چون که ما نیومدیم که کسی رو مجبور بکنیم بمونه، ولی یه حد و مرزی میتونیم برای خودمون تعیین بکنیم که من توی رابطم تا این حد میتونم با تو جلو بیام که بتونم تو رو بهتر بشناسم. بسیاری از افراد اینقدر تو کارشون وارد هستن که شما رو تحت تأثیر قرار میدن که بتونید اونا رو قبولشون کنید و خودشون رو تو دل شما جا میکنن. اما آیا میشه اینها رو طوری شناسایی کرد که بدونی که آیا این شخص قصدش با شما یه رابطه جدیه یا صرفاً همونی که اومده یه امتحان بکنه و بره؟ بله، خیلی هم راحت. ببینید، اون کسی که قصدش اینه که فقط بیاد و بره، این شخص زیاد زمانم برای شما نمیذاره. شما زمانی که وارد یه رابطه با شخصی میشید حداقل سعی کنید 2-3 ماه فقط بشناسیش، باش بیرون بری. این رابطه های راه دور رو بذارید کنار. اینا رابطه هایی که نمیشه درست طرفو شناخت. چرا؟ چون که دوری و دوستیه دیگه. ولی شما زمانی میتونید یه شخصی رو بهتر بشناسی که زیاد زمان براش بذاری، باش بیرون بری و تو این فاصله ببینی اصلا این قصدش چیه با تو. آیا دختری که قصدش اینه که فقط تیغت بزنه؟ دخترای هم هستن که از پسرها سوء استفاده میکنن. آیا پسری که قصدش اینه فقط با شما رابطه جنسی داشته باشه؟ چه میدونم بیاد خونت برات پخت و پز کنه؟ ما یه افرادم داشتیم. خانم‌های من میشناسم که وارد یه رابطه با یک پسری شدن، خیلی هم کارش درست بوده دختره، ولی پسره بعدش ول کرده رفته میرفته همه کار برای اون پسر میکرده، از لحاظ جنسی تأمینش میکرده، خودش هم خوب حال میکنه دیگه. دخترها هم متقابلا همون مقدار که آقایون لذت میبرن اونا هم لذت میبرن، ولی با این تفاوت که خانم‌ها یه مقدار تو این کار محتاط‌تر هستن و دوست دارن با کسی وارد رابطه بشن به طور کلی، یا نه همه، که عاشق طرف باشن. ولی آقایون اگه عاشق هم نباشن با طرف همخوابی میکنن، اونم نه همه. یه عده بگن نه من که نیستم و اینا. بله شما نیستید، ولی به طور کلی ما اینجا داریم صحبت میکنیم. خب وقتی شما یه شخصی که یک مدت باش در ارتباط باشی، بدونی داره بهت احترام میذاره، برات وقت میذاره، وقتی بهش تماس میگیری با وجودی که کار داره جوابت میده و اگرم واقعا سر شلوغ باشه بهت میگه بهت
بعداً تماس میگیرم. اینو میشه روش حساب بکنی. ولی اون شخصی که در همون 2-3 ماه اول میگه چه میدونم بیا همدیگه رو ببینیم، بیا خونم، و یا سعی میکنه با شما حالا در همون حد تلفن هم که هست صحبت‌های جنسی بکنه، سعی کنه روی شما را تو رو خودش باز بکنه، این شخص اومده و که بره. الان شما یه شکارش هستید و میخواد با شما وارد رابطه جنسی بشه و بره. قصد دیگه ای نداره این شخص. یک مردی که واقعاً دنبال رابطه جدی باشه برای خودش ارزش قائله، با هر کسی وارد رابطه نمیشه و سعی میکنه رابطه رو یواش یواش پیش ببره. اینو من در بسیاری از ویدیوهام گفتم، ولی متاسفانه میبینیم خیلی خانم ها هستن تحت تأثیر بعضی صحبت ها قرار میگیرن از طرف مردها، مردایی که واقعا قصدشون مخ زدنه، و وقتی مثلا میشینی باهاشون صحبت میکنی در نهایت میگه با اینقدر من عاشقش هم نمیتونم ولش بکنم. این دیگه مقصر خودتی. من نمیدونم چرا شما دنبال کمک میگردید. خیلی از این خانم ها خودشون هم میدونن که مشکل دارن، میدونن دارن کاری که میکنن اشتباهه، ولی عاشق طرف شده. بعد رفتاری هایی که اون شخص داره باهاش میکنه عادت شده براش. احتمالاً شاید تو رابطه های قبلیش هم همینطوری بوده. آدمایی پیدا کرده که ازش سوء استفاده کردن. اگر میخوای دنبال یه رابطه خوبی داشته باشی، اگه دنبال یه پارتنر خیلی خوبی میگردی، باید زمان بذاری. این که دور زمونه عوض شده و در گذشته این کارا رو میکردن، وقت میگذاشتن، الان چه میدونم بعد از 3-4 جلسه وارد رابطه جنسی میشن، بشن. شما نشو، چون که این کار درست نیست. اگر قصدت رابطه جدی با اون شخص، دقیقاً میتونی شناسایی بکنی که آیا اون شخص واقعاً قصدش با شما رابطه جدیه یا نه. کسی که میاد با شما قصدش اینه که شما را تیغ بزنه، شاید در ابتدای راه تو آقا که میری خرج میکنی بدون اینکه اون شخص علاقه‌ای به شما داشته باشه. من مردان بسیار زیادی ببینم بهم تماس میگیرن که خانومه فقط تیغشون زده. خب شما به خاطر اینکه ضعیف هستید میرید فقط خرج میکنید، طرف بعد از تازه باهاتون وارد رابطه شده، 2-3 هفته وارد رابطه شده، از شما همه چی میخواد. اون خانومی که ببین، خانم ها به طور کلی از پول بدشون نمیاد، ولی خانومی که از شما واقعا خوشش میاد خانومیه که میدونه وضعیت شما حالا چطوریه، سعی میکنه به اندازه خرج بکنه. اگه شما یه وضع متوسط دارید، سعی میکنه به اندازه مثلا براش خرج بکنی. حتی در خیلی از مواقع میگه خرج نکن. در بسیاری از مواقع خودش چه میدونم پول شامتون میده. حتی اینا خانومایی هستن که اومدن دنبال تو. شاید وضعیت مالی خوبی داشته باشی، ولی قصدش اینه که با تو هم بمونه، نه صرفا فقط حالا به خاطر وضعیت مالیت. رفتار خوبی هم داری، اخلاق خوبی هم داری، ولی اون شخص از خودش رفتاری نشون میده. مشخصه که این شخص با وجودی که دوست داره مردش چه میدونم وضعیت مالیش نسبتا خوب باشه، ولی اومده دنبال یک رابطه درست، یعنی از شما هم خوشش اومده. ولی اونایی که میخوان بیان بکنن و برن، اصلا شما برای اون مهم نیستید. اون پول است که مهمه و همیشه سعی میکنه که شما رو به خاطر مرد بودنت مورد انتقاد قرار بده که اگه براش خرج نکنی تو چه مردی هستی، وظیفه مرد اینه. و این افراد
سعی میکنن به این صورت از شما به قول خودمون تیغتون بزنن، نه؟ از شما پول بگیرن، تیغتون بزنن. پس فرق نمیکنه چه مرد باشی چه خانم. اگه بخوای وارد رابطه بشی باید زمان بذاری. تو آقا به اندازه خرج بکن. زمانی که واقعا دیدی قصدش فقط اینه که برای تو میخواد خرج بتراشه و هیچ علاقه‌ای درش نمیبینی، بکشی کنار. و تو خانم وقتی داره طرف فقط تو رو تو اتاق خوابش میکشه، یه استاپ بکنی و رها بکنی بری. هم برای خانم آقا هست و هم برای آقا خانم هست که اگه آدم یه مقدار هوشیار باشه میتونه پارتنر خوبی رو برای خودش پیدا بکنه. خب بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها این کانال رو سابسکرایب کنید، عضو این کانال بشید، نظرات خودتون هم بگید و روز شب خوبی هم براتون آرزو میکنم. تا دیدار مجدد، خدا نگهدار.